مراسم عروسی 120 زوج جوان با حضور ولیعهد، مسئولان محلی، تاجران و هزاران تن از شهروندان در یکی از تالارهای این ولایت برگزار شد. مسئولان در بنیاد خیریه حبیبیار میگویند که این عروسی به هدف جلوگیری از مصارف گزاف و عرفای ناپسند در مراسم‌های عروسی راه اندازی شده است. به گفته مسئولان در این بنیاد جدا از برگزاری این مراسم برای هر زوج جوان 65 قلم جهیزیه داده شده و هزینه مجموعی عروسی 12 میلیون افغانی شده است که توسط این بنیاد داده شده است. ببینیم هر زوج 1 لک افغانی هزینه داره و با همون لوازم جهیزیه که داره و رخت و لباس و نان و 120 زوج 120 لک هزینه داره که از طرف خود بنیاد اینا پرداخت شده. در این حال معاون ولیعهد ضمن ستایش از این اقدام بنیاد خیریه حبیبیار تاکید بر آسانگیری در امر ازدواج می کند. بچیری زموږ علما قومي مخور متنفذین همدا ډول لوستې طبقه د دې لپاره کار وکړي د خلکو زیانونه برابر کړي تر ډیره پورې کېدلی شي چې دا برخه خلکو ته ګټوره ثابته. عالمان دین نیز در این مراسم تاکید بر جلوگیری از مصارف هنگفت و کمرشکن در مراسم‌های ازدواج در این ولایت دارند. اما یکی از راه‌های حل این هسته که ما عروسی‌های به اصطلاح جمعی داشته باشیم و دست جمعی داشته باشیم. دامادان نیز که هر کدام چند سال به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته مراسم عروسیشان را برگزار کنند، از برگزاری عروسی دست جمعی استقبال نموده و برخی از این دامادان میگویند که حتی برای پرداخت مهریه‌ها و هزینه‌های ازدواجشان تن به مهاجرت داده اند. یار برادر عزیز من خیلی فکر که شاید یار با 4-5 سال هم نمیتونست فکر بکنه. پیشکش ها و اینا که زیاده جوانای ما مجبور میشن برن به کشور خارج برای همین شیربار و همین پیشکش که ما به شما میگیم. گفتنی است که در مراسم عروسی 120 زوج جوان بیش از 5000 نفر نیز از خانواده‌های زوجین دعوت شده بودند.